جد و جهد کردن و کوشش و سعی و تلاش کردن. انسان بالای نفس خود باید جهاد کند و از نینترین جهاد این جهاد علیه نفس انسان است. و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء، چنانکه که الله سبحانه و تعالی میگوید یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. الله سبحانه و تعالی گفته است که کسی اولیاء الله را برای خود دشمن گیرد فقط آذنته بالحرب. الله سبحانه و تعالی علیه او جنگ اعلان کرده. خب چه کسانی اولیاء الله هستند؟ بسم الله و صلات و سلام علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان گرامی قدر، خب سلسله برنامه باغ نکوکاران کتاب امام نووی رحمت الله علیه را ادامه میدهیم. موضوع امروزه موضوع مجاهده است. مجاهده یعنی جد و جهد کردن و کوشش و سعی و تلاش کردن در راه خداوند و در طاعت و عبادت خداوند الله سبحانه و تعالی است. همچنین شیخ محمد ابن عثیمین رحمت الله علیه در شرح این کتاب میگویند که باب مجاهده یعنی جهاد با نفس. انسان بالای نفس خود باید جهاد کند و از نینترین جهاد این جهاد علیه نفس انسان است. انسانی که بر نفس خود غالب نمی آید هرگز در راه الله جهاد کرده نمی تواند. تصور کنید نفری که خوانده نمی تواند چگونه او می تواند نویسد؟ نفری که حرف ها را نمی شناسد و هرگز نوشته نمی تواند. بنابراین انسانی که علیه نفس خود جهاد کرده نمی تواند یا علیه نفس خود جهاد کرده غالب نمی بیاید هرگز او در راه الله جهاد کرده نمی تواند. و وقتی ما قرآن کریم را میبینیم، در قرآن کریم الله سبحانه و تعالی سه نمود نفس انسانیت را ذکر میکند. اولین نفسی که الله سبحانه و تعالی ذکر کرده است این نفس الاماره بالسوء، یعنی امر کننده به کار بد. الله سبحانه و تعالی از زبان یوسف در سوره یوسف چنین گفته است و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء، یعنی من هرگز نفس خود را بیگناه نمیشمارم و البته نفس امر کننده به کار بد است. بعضی نفس های هست که همیشه انسان را وسوسه میکند و به کار بد امر میکند. دومین نوع نفس این نفسی که ملامت کننده است. الله سبحانه و تعالی میفرماید لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه، یعنی الله سوگند میخورد، قسم میخورد به روز قیامت و همچنین الله سبحانه و تعالی قسم یاد میکند به نفس ملامت کننده. نفس ملامت کننده یک نفسی است که صاحبش را وقتی گناه صادر میشود ملامت میکند، یعنی پشیمان میشود. و از نفس یکم یعنی نفسی که همیشه صاحبش را به کار بد امر میکند و به سوی بدی و به گناه و معصیت کشاله میکند از وی کمتر بهتر است. و سیومین نفس این النفس المطمئنه، چنانکه که الله سبحانه و تعالی میگوید یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. ای نفس آرام، نفسی که با ایمان و با تقوا آرام گرفته است، نفسی که همیشه در راه الله سبحانه و تعالی جد و جهد میکند و صاحبش بر بالای نفسش غالب آمده است. وقتی بالای نفس خود جهاد میکند انسان و بر بالای نفس خود غالب می آید، این نفس آرام می شود، یعنی لجام نفسش در دستش است و هرگز او را به کار بد و به گناه و معصیت امر کرده نمی تواند. خب انسان باید بر بالای این نفسش جهاد کند. وقتی انسان بالای نفسش جهاد می کند و علیه نفسش غالب می آید، الله سبحانه و تعالی ببینید چی وعده داده است. الله سبحانه و تعالی در آخران آیت سوره عنکبوت چنین می‌فرماید والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین، یعنی الله میگوید کسانی که در راه ما، در راه دین علیه نفس خود جهاد میکنند، جد و جهد و سعی و تلاش میکنند، لنهدینهم سبلنا، همانا البته الله تاکید کرده ایستاده است، میگوید که البته ما
برای آنها راه‌های می‌گشاییم و به سوی راه خود هدایت میکنیم و البته الله همراهی که است همراهی نکوکاران است. خب تا اینکه ما و شما بر بالای نفس خود غالب بیاییم، بیایید این حدیث مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم را بشنویم که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث قدسی که ابو هریره رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت کرده‌اند چی فرمودند؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میگویند قال الله تعالی من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند الله سبحانه و تعالی گفته است که کسی اولیاء الله را برای خود دشمن گیرد فقط آذنته بالحرب، الله سبحانه و تعالی علیه او جنگ اعلان کرده است. خب چه کسان اولیاء الله هستند؟ آیا هر نفری که دعوای ولیگی میکند، دعوای اولیاء الله میکند، آیا اولیاء است و یکی از ولی الله است؟ الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم آنها را وصف کرده میگوید الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذین آمنوا و كانوا یتقون. یعنی اولیاء الله آنهایی که در دل آنها ترس نیست، نمیترسند، ولا هم یحزنون و آنها هرگز غمگین نمیشوند. الذین آمنوا و كانوا یتقون، آنهایی که ایمان آوردند، به یگانگی الله ایمان آوردند و از جمله متقیان بودند. الله سبحانه و تعالی صفاتهای اولیاء الله را بیان کرده است. نه هر دعواگر اولیاء است. نه هر نفری که دعوای ولیگی میکند ولی شده میتواند. خب اگر کسی با چنین نفرهایی که دوست الله هستند دشمنی کند، الله سبحانه و تعالی میگوید من علیه او جنگ اعلان کردم. در ادامه حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند و ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیه. یعنی بهترین عملی که با وسیله آن بنده ام به من نزدیک می شود این فرضهای من است میگوید الله. انسان اگر به الله سبحانه و تعالی نزدیک شدن خواهد، از همه بهترین وسیله این فریضه های الله سبحانه و تعالی است. نفری که فرضهای الله را پایمال میکند هرگز به الله سبحانه و تعالی نزدیک شده نمیتواند. آن نفری که فرض الله را پایمال کرده است، آن زنی که الله سبحانه و تعالی حجاب را فرض گردانده است آن را اجرا نمی کند، فرض الله را اجرا نمی کند، او هرگز به الله سبحانه و تعالی نزدیک شده نمیتواند. نفری که نماز این فریضه الهی است، فریضه الله را ترک میکند هرگز به الله سبحانه و تعالی نزدیک شده نمیتواند. و در ادامه حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن و ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبه. و همانا بنده من به من نزدیک شدن میگیرند با نفل ها حتی احبه، تا آن لحظه ای که الله سبحانه و تعالی میگوید من او را دوست میدارم. بعد فرض های الله پس نفل ها میستد، پس سنت ها میستد. اول فرض است، سپس سنت و نفل ها است. این راهی نزدیک شدن به الله سبحانه و تعالی است. کسی که سنت یا نفل را از فرض دیده بالا می حسابد او راه گم کرده است. هرگز این راه او را به الله سبحانه و تعالی نزدیک نمی کند. فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. الله میگوید پس اگر من او را دوست داشتم گوشی شنوای او میشوم و چشمی بیننده او میشوم و دست او میشوم که با آن میقپد و پای او میشوم که با آن راه میگردد. یعنی معنای این جمله ها چی است؟ معنای این جمله ها این است که الله سبحانه و تعالی گوشی ما را حفظ و حمایه میکند، چشمی ما را نگاه میدارد، دستی ما را از حرام نگاه میدارد و پای ما را از حرام الله سبحانه و تعالی نگاه میدارد. یعنی انسان را اگر الله سبحانه و تعالی دوست دارد، الله تمام عضوهای آن انسان را حفظ و حمایه میکند و
از حرام نگاه می‌دارد و از تمام بلا و مصیبت‌ها نگاه می‌دارد و همچنین و این سألنی اعطینه ولئن استعاذنی لاعیذنه. اگر از من چیزی پرسد همانا به او میدهم، یعنی دعایش مستجاب میگردد. ولئن استعاذنی لاعیذنه، اگر با من پناهی جوید او را چیکار میکنم؟ در حفظ و حمایه خود میگیرم، در پناه خود نگه میدارم. این حدیث را امام بخاری رحمت الله علیه روایت کردند. خوب، ما از این حدیث یک چند فایده ها میگیریم. اول اینکه کسی که با دوستان الله دشمنی میکند، الله سبحانه و تعالی علیه او جنگ اعلام میکند و اگر کسی را الله سبحانه و تعالی علیه او جنگ اعلام کند حتما او مغلوب میشود و خوار و ذلیل میگردد. دوم اینکه از همه عملی که انسان به الله سبحانه و تعالی نزدیکی میجوید بهترین عمل این فریضه های الله سبحانه و تعالی است، سپس نفل است و سنت ها است و دیگر طاعات و عبادت ها است. خوب، در آخر مخصوصا برای جوان ها گفتنی هم که کودکی حرکت است و عقل ندارد، پیری عقل و حکمت است و قوت ندارد. یگانه مرحله حیات زندگی این جوانی است که هم عقل دارد و هم قوت و حرکت دارد. بنابراین برای جوان ها گفتنی هم که جد و جهد کنید، علیه نفس خود مبارزه برید و در راه الله سبحانه و تعالی سعی و تلاش کنید تا اینکه الله سبحانه و تعالی ما و شما را هم در این دنیا و هم در آخرت سربلند و سرفراز و سعادتمند بگرداند.